یه سری داستان‌های خبری که ما هفته قبل صحبت کردیم در موردش، کامنت‌هایی داریم در واقع مخاطبان میگن از ما میخوان که اینو بیشتر پیگیری کنیم. ما پیگیری کردیم واقعا. یکیش ماجرای عجیب و غریب صرافی اکس کوینو بود که اینجا ما در موردش صحبت کردیم. خب اتفاقی که افتاده بود برای کسایی که اونجا در واقع با اکس کوینو کار میکردن و مشکلاتی که پیش اومده بود براشون، پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم ظاهراً هنوز نتونستن به پولاشون برسن خیلیاشون و هنوز ماجرا در کش و قوس پلیس و دستگاه قضایی و اینا داره جلو میره، ولی خب اونایی که در واقع متضرر شدن این وسط نگرانن. حالا فکر میکنم که تو خودت بیشتر پیگیری کردی و اینکه دقیقاً تو چه مرحله چقدر میتونن امیدوار باشن. ببین ما همون تو اون قسمتی که مفصل به ماجرای اکس کوینو پرداختیم تازه بحرانش به وجود اومده بود، تازه تجمعاتی صورت گرفته بود و همون موقع مدیران اکس کوینو حتی در تماسایی که شخصا با خود ما داشتن تاکید میکردن که خیلی با قاطعیت میگفتن که هیچ مشکلی وجود نداره و خب وقتی که رقبای ما علیه ما اقدام میکنن یک هجومی برای برداشتن پول میاد و یک صف پرداخت، الان همه تو صف پرداختن و هیچ مشکلی وجود نداره و خیلی عادیه که بعضی وقتا تو پرداخت‌ها یکم تعویق اتفاق بیفته. اما اون چه که مشخصه اینه که چند هفته از این ماجرا الان گذشته و این صف پرداخت دیگه خیلی عادی به نظر نمیرسه. الان بعضی از کاربران به سایت میهن بلاکچین گفتن که پلیس آگاهی بعد از چندین بار تلاش ناموفق برای دسترسی به برخی از مدیرای این مجموعه درباره غیبت اونها هشدار داده و گفته که ممکنه که این غیبت معنی خاصی داشته باشه. از اون طرف یکی از کسانی که خیلی پیگیر بوده برای اینکه بره مأمور بیاره پیگیری بکنه گفته که نیروی انتظامی گفته که ما میریم با دادورز برمیگردیم و موضوع طبق رویه قانونی ادامه پیدا میکنه و کارکنان شرکت هم خیلی مضطرب بودن و در برابر بررسی مقاومت میکردن. همزمان کاربران میگن که با حکم صادر شده از یکی از شعب دادگاه شرکت مالک برند اکس کوینو تو پرونده مشخص به پرداخت مبلغ حتی به عنوان خسارت به شاکی‌ها محکوم شده، ولی کماکان هنوز به سرانجامی نرسیده که به پرداخت منجر بشه، یعنی که حالا احتمالاً یه جورایی اعتراضی به این حکم شده و کماکان گرفتگیر ادامه داره. ما از میزان کامنت هایی که برامون گذاشته میشه که این موضوع رو پیگیری کنیم میفهمیم که دامنه شاکیانه شرکت نباید خیلی کوچیک باشه و از اون طرف پیچیدگی موضوع هم نباید کم باشه. یعنی اگر بالاخره خود شاکیان دارن پیگیری میکنن، اگه بهشون جواب درستی داده شده بود تا این اندازه دست به دامن انواع رسانه ها نمیشدن برای پیگیری موضوع.